مهمانی کلاب مهمانی خطلانی این هم مهمانی دعوت میکنه. سربرم اومدیم براک جانوری دوستان سرجم سلامت باشید. نوروز جان شیشه یاسمین بانو عزیز هستیم. سلامت باشید. بزرگوارید. شرمنده‌مون کردید. زنده باشید. مهمونشون هستیم و از خواننده‌های خوب و معروف تاجیکستان شرمنده کردیم. ای بابا. اینو با تو پوادن نگویید. توفیق بدخشانی تاجیکستان. این نفرش توفیق زنده باشه. خیلی محبت کردید. این برای سرمنه یا برای سرمنه؟ بله این برای توفیق بدخشیه. میذاری سرمنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونا دیگه برای پوشش من نیست. این نفر برای خانومتون، این نفر برای مامان جانتون. توفا اینامی مامانی من. مامانی من زیاد شما را دوست دارم. زنده باشید. ما میشونیم دوست داریم دستشون از سر خونده نه مهمانی یاسمین داریم این حال با هم زنده باش یاسمین بانو سربرم باشی. خیلی خرسندم کردی زنده باش. یه بار دیگه شما دیدیم. زنده باش. شما زنده باشین. علی مخصوص برای خودت. شما دیدیم. زنده باشن. ماشاءالله چی که به شما دادن. چی که به شما. رستوران آتیش دادی بیا. زمین رو ترزن. زمین رو ترزن. یکیش میگیره. بیا. من اینو من نونمو میخورم. آقا گپ بزنین یکم چی؟ اشکال نداره اگه اشتباه شد. چون ماده تاجیکستانی زیاد خرسان شده. مردم ایران ما زیاد دوست می‌داریم تاجیکستانی ها سبک قدمش ما. با شخصا مردم مازندران و ما مخلصم. و نزدیکی انتظار باشیم یک سرودک مازندرانی برای مردم ایران مازندران حتما از آغاز من صدا دادن میشه ان شاءالله. زمزمه کنین با جان دی. اونی که می قلبه می جانه بچه مازندرانه قلب ما رو خانه دیوانه بچه مازندرانه اونی که می رو روانه بچه مازندرانه قلب ما رو خانه خودش میدانه بچه مازندرانه جان و جهانه مازندرانه جان و جهانه مازندرانه. زنده باش زنده باش زنده باش زنده باش زنده باش. سرودای
تاجیکی را شما یگان تاش دوست می‌دارین یگان تاش اگر گوش داده باشین تاقی را بیتین ال تاقی رفتیم من تاقی یک دو تاقی بسر تاقی شاهی بسر شینم سری کوچه ها پرسم خبر شیشتم سری کوچه ها نامد خبر بیا چی دای بچه بریز جیگر بیا چی دای بچه بریز جیگر شراره خاطره ها زشقی دیری نهیما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید ای تاقی بسره